ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان شام 30 ینور سال 2024 در صفحه‌اش در فیسبوک با نشر دو عکس خبر داد که در طول این دوره در شهر بختر با اشتراک رهبریت وزارت کارهای داخلی مراسم شناسایی سردار نو ریاست برگزار گردید. در خبر گفته می شود که صحنه 29 ینور سال جاری در موافقه با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، گنرال لیتنانت میلیتسیا نظرزاده شریف رحمان از وظیفه سردار ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد و به وظیفه سردار ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت ختلان تعیین گردد. شریف نظرزاده در مقام رهبر میلیتای جنوب تاجیکستان گنرال مایور فیض‌الله ناظم‌زاده را عوض کرد. گنرال ناظم‌زاده امرای همه معاونانش از رهبران دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق ولایت ختلان و منطقه کولاب روز 19 ینور با سپارش پرزیدنت امامعلی رحمان از منصب برکنار کرده شد. یادآور می‌شویم روز 19 ینور سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که رئیس شورای امنیت این کشور نیز است، در جلسه شورای امنیت از سطح پست کسبی ناهوده براری نسبت به اجرای وظیفه‌های خدمتی، راه دادن به حالت‌های کرپسیونی، زیاد شدن جنایت‌های دارای خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی، قاچاق مواد مخدر، دست دادن بعضی کارمندان مقامات حفظ حقوق به قاچاق مواد نشه‌آور به تندی انتقاد کرد و سپارش داد که تمام رهبران ساختارهای حفظ حقوق و نهادهای قدرتی ولایت ختلان و منطقه کولاب با شمول دادستانها با معاونانشان، سرداران و معاونان سردار میلیتسیا، اگنتی مبارزه با کرپسیا، اگنتی مبارزه با مواد مخدر، گروه‌های فوری کمیته دولتی امنیت ملی را از منصب راندند. بعد برکناری رهبران نهادهای قدرتی تمام جنوب تاجیکستان اینک هفته دوم است که به جای رفته ها نفران نو سر کار آمده ایستادند.